چه خیلی کنیم زکاسی ما از خطای به تاجیکستان تیز بیاید. سلام علیکم دوستان، برای شما دو سه مرتبه تیزتر زکات کردن از خطای نشان میدیم. پس سوالای که مونده ویدیو را تا آخر تماشا کنید. شما وقتی که زکات میکنید میخواهید که زکاتتان به تاجیکستان تیزتر بیاید. چی باید کرد؟ به برنامه پیندادا میدرویم. با این کلوله میدرویم. شما وقتی که زکات میکنید زکات شما در بسیار حالت‌ها در اینجا میآید و در ساعت میآید، بعدا در ماشینچه میرود. در حالت که زکات شما در ساعت است، با زکات همون میدرویم. دلیل نشگی که یکمش برای مال برگرداندن، در دیمش برای از نو زکات کردن و سومش برای زکات ما رو تیز روان کردن. حاضر برای شما پیرواد چقدر پیرواد میکنه با تو باتوجیکی میفهمونم. همجر اسکرین شات کرده در برنامه پیرواد چی گوگل میسنجیم. نگاه کنیم برای شما پیش آوردن نشان میدیم. در یکمش میتوانیم که ما وقتی زکات میکنیم زکات ما رو برگردانیم. در دیمش میتوانیم از نو زکات کنیم و در سومش میتوانیم درخواست کنیم زکات ما رو تیزتر روان کنند. و همه کنوبکار را میجقیم و میبینیم چی میشود و پیرواد میکنیم میبینیم چی نوشته شده است. باز در برنامه پیرواد گوگل میسنجیم. نگاه کنید علاقه زکات ما قبول شد و زکات ما را در دوام 48 ساعت بس کرد تاجیک‌ها برده میرسونند. در حالت که شما یکم زکات میکنید زکات شما در اینجا میاد یا در اینجا. و یک خواهشگاه از شما که وقتی که زکات میکنید اول برنامه را درست آموخته بعدا زکات کنید، چون که همین روزا بسیار آدما مینویسن که ما زکات کردیم زکات ما نیامد یا زکات کردیم دیگه چی اومد. بسیار باز سوخته هستن، بسیار باز ضرر دیدن. سببش این است که برنامه را سول نمیدانند و از هم اساس کارگو است. کارگوی باورناک انتخاب کنید. در تاجیکستان کارگو بسیار است و افسوس که زکات‌ها را تیزتر نمیرسانند. حتی زکات‌های آدم‌ها را بعضی‌هاشان 3 مشرس آوردگی نیستند. برای همه برنامه را درست آموخته کارگوی باورناک یابید. برای زکات کردن از خطای ترکیه و امریکا می توانید با واتساپ و تلگرام ما نویسید و کوشش کنید که کارگوهایی که فری میکنند زکات نکنید. کارگوهای باورناک و تیز میآوردگی بسیارند. ما کوشش میکنیم با شما همه نزدیکی‌هاش را نشان داده تا یکم زکات به دست رساندن کمک کنیم.